ما در دنیای زندگی می‌کنیم که ارتباط از همیشه بیشتره، اما رابطه‌های واقعی از همیشه کمتر. پیام میفرستیم اما نمیدونیم چطور احساساتمون رو منتقل کنیم. حرف میزنیم اما کمتر گوش میدیم تا بفهمیم. گاهی در رابطه ایم اما سرد و دور. گاهی تنهاییم اما هنوز درگیر رابطه ناتمام تو ذهنمون. این روزها بسیاری از ما وقت و انرژیمون رو صرف روابطی میکنیم که ما رو خوشحال نمیکنن و هنوز راه درست برقراری ارتباط سالم رو بلد نیستیم. رمزگشایی عشق جایی برای فهمیدن قبل از ادامه دادن، برای یاد گرفتن قبل از قضاوت کردن، برای شناخت خودت قبل از شناخت دیگری. در این مسیر یاد میگیری چطور احساساتت رو بفهمی، چطور همدلانه و بدون ترس حرف بزنی و چطور عشق رو به زبانی سالم، انسانی و رشد یافته تجربه کنی. در رمزگشایی عشق یاد میگیری عشق فقط احساس نیست، زبانیه که اگه بلد نباشی حتی زیباترین رابطه ها هم به سوء تفاهم میرسن. این دوره کمکت میکنه کدهای پنهان رفتار، سکوت و نیازهای عاطفی رو بخونی تا عشق برات قابل فهم، آروم و پایدار بشه. چون رابطه سالم تصادفی نیست، یه انتخابه، یه مهارته، یه آگاهی. دوره رمزگشایی عشق برای اونایی که نمیخوان فقط در رابطه باشن، میخوان بلد عشق باشن.